متولد چه سالی هستین شما؟ متولدی که زیاد واقعا سر در نمیاره ولی هولوش تقریبا 22 سال 22 آرینا. مطمئنی؟ بله. حالا صداقت مهمترین چیز تو زندگی منه و حس کردم که شما دارین دروغ میگین و متاسفانه ما نمیتونیم با هم تو رابطه بریم. خدا حافظه. خدا حافظ عمتون. تو عکسات نمیخورد انقدر سنت بالا باشه. شما چند سالتون اون وقت؟ من 18. 18 سال اصلا به شما 18 نمیخوره. خیلی داغون شدی، ترکیدی. خفه شو بابا پیر سگ. یه زمانی بچه بودیم تو دوست داشتم ما رو آدم حساب نمیکردن، مجبور بودیم سنمون رو بالاتر بگیم، عقده‌ای شده بودیم. این که میگن سن یه عدده والله که راسته که میگن. یکی نیست برگرده بگه مشتی کی میاد شناسنامه تو رو نگاه کنه ببینه متولد چه سالی هستی. اونی که باید جوون باشه دل آدمه. بفرمایید. مثلا من خودم از لحاظ عقلی یه پسر 13-14 ساله شیطونم، ولی از لحاظ روحی تقریبا 60 سالش میشه. بازنشستش کردم. اما این دومی کوچیکه رو میدی؟ اینو نمیدونم 30 سالگی چه حسی داره ولی تولدم مبارک. تولد